سلام فهم که حال دلاتو خوب باشه. ارشی اسکول هستم. خوش اومدی به ویدیو دیگه از چنل من. رفقا داخل ویدیو قراره با هم دیگه بازی جدیدی رو تجربه بکنیم به نام بازی لاست سروایور که بازی حالت بق و بتله و مثل دقیقا این بازی راسته و هیچ فرقی باش نداره، اما داخل گوشی و با کیفیت و مودها و نمیدونم دیگه کلی چیزهای متفاوتی دیگه. بریم این ویدیو نگاه کنید. حتما چنل منو دنبال بکنید و لایک و کامنت فراموش نشه. و اگه از این بازی خوشتون اومد و دوست دارید این بازی رو ادامه بدیم، پارت به پارتش بکنیم و داخل پارت های بعدی قرار دوست ها هم بیارم، حتما لایکاش بره بالا و نفر 4 تا کامنت هم بذارید. بریم بی‌معطلی بریم سراغ بازی. فرق با بازی دیگه نداره، این بازی بتل دیگه است. لابی داره، بعد شاپ داره، اینونتوری داره که این مثلا این قسمت اگه نگاه کنی نوشته گاراژ. اینجا اینونتوری که مثلا وقتی بازی بهتون چیز میده میتونید بیاید اینجا. مثلا من اینجا صندوق جدید دارم، میتونم اصلا ازش استفاده بکنم و اسکین گان بگیرم. مثلا من این اسکین گان رو میزنم بازی به هم و میم اینجا و این اسکین رو فعال میکنم و این هیچ فرق با بازی بتل دیگه نداره. و وقتی بیایم این قسمت بالای استارت مپ داره، بعد مثلا سرور داره. مثلا من این نانیو رو میزنم و کلی مپ برام میاره. میتونیم به این مپ ها رو با هم دیگه بازی بکنیم و اگه اینجا نوشته مثلا 13 روز لفت، یعنی این بازی وقتی مپ جدید میاد از 15 روز، وقتی 15 روز تموم میشه کلا مپ از بین میره و ما باید بریم یه مپ جدید و از صفر شروع بکنیم. و کلا 11 تا ورق مپ داره به نام‌های مختلف، مثلا سیو 102، سیو 103 و وقتی جلوتر به بوم میرسیم مثلا بوم 051، بوم 045 و همچنین مپ های مثلا مودهای دیگه داره که من بهتون اشاره نشون میدم. مثلا رنگ داره، بعد استاندارد مود داره، بلادی مود داره، کلی مودهای مختلف داره که اگه شما ویدیو رو ادامه دار بکنم و مودها رو با هم دیگه تجربه بکنیم حواستون باشه که لایک رو کردید. خب ما برای همینجوری بهتون نشون بدم یه مپ رندوم انتخاب میکنم به نام مثلا اینجا مثلا این بوم 038. بریم داخلش تا بهتون بگم برای اولین بار شما باید چه کاری انجام بدید. خب رفقا ما رسیدیم به مپ. اولین کاری که شما باید بکنید تبر رو بردارید و برید سر وقت چوب و 5 تا چوب بزنید. خب رفقاش بعد از زدن 5 دونه درخت شما باید یه خونه 2x2 ساده بزنید به همین صورت که بازی داره بهتون نشون میده. شما باید این قسمت آچار چکش بزنید اینجا و یه خونه 2x2 نمکی درست بکنید مثلا. بعد و قسمت های خاصی داره و شما قسمت صاف و بدون ناهمواری رو انتخاب بکنید و شروع بکنید به ساختن خونه. و بعد از ساختن زیری خونه شما باید دیوارهاش رو درست بکنید. خب بعد از اینکه شما دیوارا رو ساختین شما باید یک دونه در به عنوان در ورودی درست بکنید. بعد از اینکه شما درتون رو ساختین شروع میکنید به ساخت سقف. خب وقتی که شما سقف خونتون رو تکمیل میکنید
شما باید یک دونه تشک تشک درست بکنید که به عنوان سیو، مثلا بازی مثلا ما اینجا سیوش کردیم، وقتی بمیریم دوباره از همینجا ظاهر میشیم. بعد از اینکه شما تختتون رو گذاشتین یک دونه کمد میذارید. این کمد به چه کاری میاد؟ شما داخل این کمد شما باید، اگه خونتون سنگیه باید سنگ داخلش بذارید و اگه خونه چوبیه باید داخلش چوب بذارید تا مدت زیادی دووم بیاره. بعد از اینکه گذاشتین چوبتون رو، ماموریتتون عوض میشه میاد این. و بعد از اینکه شما این کمدتون رو گذاشتید، شما بعد اینجا رو بعد یک دونه قفل براش بذارید که کسی نتونه شما رو مثلا اگه ریت کرد بعد اینو بتر کنه تا آیتم بده. خب اینجا یه رمز براش میذاریم، مثلا من یه رمز 1 2 3 4 میذارم و این در ورودی هم همینجور 1 2 3 4 و میتونید رمزهای مختلفی بذارید. بعد از اینکه شما رمزتون رو گذاشتید، شما باید یک دونه میز کار داشته باشید تا بتونید باش اسلحه سازی بکنید. خب شما بعد از اینکه میز کارتون رو گذاشتید، شما باید یک دونه لباس و شلوار درست بکنید. بعد از اینکه شما لباس و شلوارتون درست کردین، بعد یک دکمه اینجا هست به نام گار، اینو بزنید تا تنتون بکنید. خب بعد از اینکه شما لباستون رو تنتون کردین، یک دونه میز بهتون میده. کارش اینه که شما وقتی اسکرپ جمع میکنید به مقدار لازم، مثلا این قمه، این کاردک مثلا 220 اسکرپ میخواد، میزنید رو استارت و این شروع میکنه به آموزش دادن. یه جوری میشه گفت این میز آموزش دهنده است. آره. بعد از اینکه شما این ماموریت رو انجام میدید، یه فلش براتون میکشم. در این قسمت به ازای هر انجام ماموریتی بهتون آیتم میده. مثلا من خونم رو ساختم، بهم 200 اسکرپ میده. بعد از اینکه این ماموریت رو که انجام دادم، یک دونه دوچرخه باز با یک دونه یک پک 200 اسکرپ بهم میده. همینجوری شما بعد مرحله برید. این بازی هم همینجور بهتون آیتم میده دیگه. بعد از اینکه این قمر رو یاد گرفتین، شما باید همینجوری لول اپ بکنید، به این اسکرپ جمع بکنید و همینجور آیتم ها رو بیارید پایین تا به یک سری آیتم های جدیدی مواجه بشید، مثل ساخت بمب، شاتگان ترپ، اسلحه سازی، مینی. مثلا شما میتونید اینجا مینی 14 درست بکنید، اینجا شاتگان مثلا دابل شاتگان درست بکنید و کلی چیز میذارید دیگه. بعد از اینکه شما اون قمر سرچ کردید، میایین اینجا و یک دونه 7 تیر درست میکنید. این بازی همونجور که دارین میبینید اینجا آب و غذا داره که میتونید با کشتنهای حیوانات مختلفی که بازی بهمون میده میتونیم اونا رو بکشیم و اونا رو پخته بکنیم و اونا رو مصرف کنیم. الان اینجا مثلا یک دونه خرگوش هست، ما اونو میکشم و اینجا بهم یک دونه گوشت میده و با آیتم های دیگهش میتونیم مثلا لباس درست بکنیم دیگه، بنزین درست بکنیم و کلی چیزی میتونیم درست بکنیم. تنوع بازی خیلی بالاست، تنوعش. اینجا من یه دونه پله بذارم. چوبم تمام شد، اشکال نداره، اینجوری میریم بالا. خب بعد از این که ما 7 تیرمون رو درست کردیم، باید بریم 2 تا سنگ بزنیم. خب ما 2 تا سنگمون رو زدیم، میریم سمت خونه تا بهتون بگم با سنگایی که زدیم چه کار باید انجام بدیم. و این بازی انمی مختلفی داره، انمی های آنلاین داره، بات داره، حیوانات درنده داره، زامبی داره و کلی چیز میزه مختلف داره.
خب وقتی رسیدیم خونه، شما اگه همونجوری قسمت ساخت و ساز خونه رو بزنی، یه گزینه داره به نام آپگرید. وقتی بزنید خونه سنگی میشه، میتونید خونه‌تون رو سنگی بکنید. بعد از اینکه یه قسمت از خونه رو سنگی کردید، اون بعد شما میرید سنگای بیشتر جمع بکنید و کل خونه رو سنگی بکنید. بعد از اینکه خونه‌تون رو سنگی کردید، این قسمت میریم اینجا یک دونه تنور درست میکنیم. حالا اینجا نوشته فرنیس، یک دونه فرنیس آماده درست میکنیم. دوباره بچه تاکید میکنم اگه از این بازی خوشتون اومد و دوست دارید این بازی رو ادامه بدم و با دوستان بیام، یادتون باشه حتما ویدیو رو لایک کردید و 4 تا کامنت هم برام گذاشته باشید. خب رفقا، بعد از اینکه تنورمون ساخته شد، وقتی بذاریم باز ماموریت جدیدی برام میاد. نوشته چیه؟ ما بریم یک دونه آهن بذاریم و بیاریم پختش کنیم. خب ما دشواری نداریم، میریم اولین کارمون یک دونه 2 تا درخت میزنم. خب بعد از اینکه چوب زدم، این قسمت آهن میزنیم. آهن هم که میبینید مثلا تیتانیوم داریم، بعد کلی مثلا چیزهای دیگه داریم که و برای مثلا زدن تیتانیوم دستگاه و تنور خاص میکنه. خب وقتی ما اینجا آهنمون رو زدیم، بریم دوباره خونه. اول من اینجا پله بذارم. خب بعد برمیگردیم خونه، میریم داخل فرنیس. پایین چوب میذارم، مثلا من 180 تا میذارم. بعد بالا اولین کاری کنی این پایین اگه نوشت میبینید میذاریم رو حالت مکس و آهنامون رو میذاریم و همینجور که میبینید آهن پخش شد. اینجوری بهتون 4 برابر بیشتر آهن میده. خب استارت رو میزنیم و مهارت جدیدی برام باز میشه. مهارت بعدی اینه که شما باید یک دونه گلوله شاتگان درست بکنیم. چرا بهتون میگم؟ برای اینکه بازی به همون یک دونه شاتگان دلول میده. این شاتگان. خب میریم باش یه دونه شکار نمکی میکنیم. اینجا یک دونه مرغ بود. خب اینم از این. یه لودینگ نمکی هم میزنیم. اولین ما بذاریم اینجا یک دونه چست درست بکنم، اسلحه همون بذارم داخلش. اینجوری حیفه بریم چون ماموریت جدید داریم. میخوام سعی کنم اسلحه ها رو تو خونه نگه دارم. خب اینجا یک دونه چست کوچولو میذارم و داخلش اسلحه هامو میذارم و با خرت و پرتای دیگه. خب سنگا رو میذارم داخل خونه، چون که یک قسمت از خونه رو سنگی کردم باید حتما من سنگی بذارم تا خونه رو برام نگه داره. خب میریم بیرون و ماموریت بعدی اینه که ما باید بریم. بذارید بس مپ رو باز بکنم. این جاده هایی که الان براتون دارم مارک میکنم، این جاده ها یک سری حالت بشکه مانند داره. ما اون بشکه رو باید بزنیم تا بهمون یک سری آیتم های خاص بده. بعضی وقتا داخل اون حالا همون جای کنار اون بشکا یک سری جعبه ها داره که وقتی اونا رو میزنیم حتی اگه شانسمون خوب باشه میتونیم ازش SMG در بیاریم. خب اینجا یک دونه چیز میزنیم، یک دونه بشکه زرد میزنیم، یک دونه بشکه آبی. خب نه نگاه کنید این بشکا اگه بعضی وقتا شانسمون خوب باشه از این بشکا گان میتونیم در بیاریم. خب متاسفانه من شانس ندارم و بهمون یک آیتم های چرت و پرت میده. اینو نگاه کنیم بعضی وقتا این بازی به همون آرمور میده. مثلا این آرمور انمی بوت بود ظاهرا. خب اینو میزنم و شاتگانشو. این بازی بات هم داره مثل بقیه بازی بتل.
بعضی وقتا بات ها رو میزنیم بهمون SMG میده، بعضی وقتا شاتگان ترپ میده، اصلا بعضی وقتا چیز خوب میده. خب ما این ماموریت رو با موفقیت انجام بدیم. یه سر بریم خونه آیتمامو خالی بکنم تا بهتون بگم ماموریت بعدی چیه. خب قبل از این که برسیم به خونه ما بریم اگه همون قسمت ماموریت ها، این ماموریت رو که انجام دادیم بازی بهمون یک دونه دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل میده. خب رسیدیم خونه. خب با اسکرپ هایی که دارم یک دونه تبر سرچ میکنم. با اگه برم دارم بنز کافی، نه دیگه از تمام شد. خب تنور داره پخت و پزش رو انجام میده. خب بذار یه بار من استوپش بکنم، آهنای جدیدم بذارم توش. دوباره استوپش. خب خب بعد از این که این آیتم های دیگه هم بزنم داخل خونه، یک دونه کلت به عنوان وسیله دفاع از خودم ور میدارم. خونه رو یک مقدار دیگه رو آپگرید میکنم. بذار اول دیوارو مهمتر. خب متاسفانه سنگ کم آوردیم، سنگای دیگه هم میزنم داخل خونه. یه 80 تا آهن دارم که متاسفانه باید 100 تا آهن داشته باشن تا بتونم خونه رو آهنی بکنم. خب آیتم های دیگه هم میذارم داخل خونه. یک دونه تیر گرفتم و اینا میذارم. خب اینا باشه، این گوشتای خامم باشه تا بهتون بگم با گوشتای خام چیکار کنید. خب من خودم خالی کردم کامل. خب شب شد، متاسفانه این بازی آنلاینه و نمیتونیم بخوابیم که صبحش پاشیم. این بازی آنلاینه و ما شب و روز کلا کار بکنیم، کلا خواب نداریم. خب دو چرخمو میذارم زمین. صدا بدی میاد. خب با دو چرخم اینجا که براتون مارک میکنم و اینجا وقتی رسیدم برمیگردم پیشتون. خب رفقا من رسیدم، دو چرخم بذارید من ور دارم که یه وقت ندزدنش. خب وقتی که به این محل رسیدیم اینجوری که میبینید یک دونه در سبز برام میاد. حواسم نبود، اینجا متاسفانه شامل رادیواکتیوه که خود بازی بهتون یه دونه ماسک لول 1 میده که رادیواکتیوی نشین. خب اینجا رادیواکتیوش لول 1 و متاسفانه داخل اون در سبز رادیواکتیوش ماسک لول 3 میخواد. میداره این مشاهده ماسک لول 3 میخواد که ما کله شقیم و همینجور سامنه گاف میده. خب فیوزار داخل اون میکنیم و کارت سبزانو میزنیم و میریم داخل بازی، میریم داخلش و لوتاشو ورم داریم. اینجا یک دونه SMG به همون میده. یه دونه 20 تا بانداج و اسکرپ ها و دارم رادیواکتیو پیش بالا میره. میایم بیرون و در این قسمت ما یه دونه SMG با شانسمون خوب بود یک دونه SMG گرفتیم. خب و دوستان این بازی درهای رنگ‌های مختلفی داره. این در مثلا در بنفش داریم که آیتم‌های خیلی خوبی بهمون میده، مثلا در آبی داریم که آیتم‌های متوسط داریم و در سبز داریم که اگه بعض وقتا شانسمون خوب باشه حتی از در سبز میتونیم آیتم‌های خیلی خوبی گیرم بده. خب من میرم سمت خونه تا بهتون بگم ماموریت بعدی چیه. حالا فقط همینجور که بهتون گفتم بازی ایوان ها و زامبی داره. مثلا این زامبی خیلی ترسناکشه، ما با SMG میکشیمش و لوتاشو برمیداریم. این هم ایوونه. این ایوونه وقتی بهش میکشیم بهمون گوشت مرغ میده. خب
من بذاریم بره یه سر دو شرخم بیارم تا بریم سمت خونه. خب رسیدم خونه، برمیگردم پیشتون. رفقا رسیدم به خونه. این هم آیتمایی بود که به دست آوردیم. یک دونه بدنی SMG و یک دونه خود SMG و یک سری مثل آیتمای دیگه تونستیم گیری بیاریم و اینو میزنم داخل کمد. اسکرپ هم این چست هم وومو. البته این چست ها دیگه به در نمیخوره، این چست خیلی بهتره، بزرگتره. الان بتونیش نگاه کنی چقدر بزرگتره و همچنین میتونیم روش قفل بذاریم. مثلا من با 142 تا آهن میام اینجا یک دونه قفل درست میکنم و اینم برای به عنوان آخر ویدیو، اینم یک دونه در آهنی. اینم از آخر اینم از این ویدیو. اگه دوست دارین این ویدیو رو براتون طولانی تر و قسمت بکنم، حتما یادتون باشه دوباره تاکید میکنم که حتما این ویدیو رو لایک کردین، یه کامنت هم زیر بذارید، یک دونه قلب قرمز که ببینم تا آخر ویدیو با من همراه بودید. با ویدیوی بعدی بدرود.